امروز 8 مای است و در 15 دقیقه بعدی خبرگزاری‌های تاجیکستان و جهان را تقدیمتان می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز. نخست به نامگوی چند گزارش برنامه اخباری آزادی توجه نمایید. راه‌های نوی جلبی رفتن به جنگ اوکراین اکنون هنگام گرفتن پتنت در صخره و با مهاجران صحبت و به جنگ رفتن آنها تشویق می‌شود. هر راهی که نباشد با واسطه رکلام، با واسطه شخصان مسئول، با خوبی یا با زوری مهاجران رو بیشتر جلب کنند. دهقانان موضع دشت قاضی و رکنابادی پنجکین میگویند اگر پایگاه‌های آبکشی به کار ندارند کشتزارهایشان در بهار خزان میگردد. شخصا خودی من زیاده از 75,000 تومان رصد کردم، لیکن حاضر نتیجه نیست، آب نیست. مراجعت‌های بی‌نتیجه در بدری و عذاب مهاجرت، مشکلاتی که به سلامتی یک زن نظامی سابق اثر گذاشت ولی صدایش شنیدن نشد. همین 4 ماه من چقدر شتم خوردم، عذابانی کشیدم، چقدر بسیاری بد، چقدر سلامتی من دست دادم. مقامات روسیه در این اواخر تبلیغات را برای قبول شهروندی به طور گسترده به راه ماندند. ورقه‌های ترغیباتی مخصوصا در منطقه‌های تجمع مهاجران زیاد نصب و پهن می شود. به گفته کارشناسان با زیاد شدن شهروندان روسیه از حساب مهاجران امکان کشیدن پایشان به جنگ اوکراین می افزاید. ضمناً طور مومن احمدی از قبل مصاحبه‌اش میگوید حالا به هنگام گرفتن پتنت نیز با مهاجران صحبت و سفربر شدنشان به جنگ تشویق می شود. هر راهی که نباشد با واسطه رکلام، با واسطه شخصان مسئول، با خوبی یا با زوری مهاجران رو بیشتر جلب کنند. خب بینندگان عزیز، برنامه را ادامه می‌دهیم و می‌رویم به ولایت مختار کوهستان بدخشان که در آنجا گفته می شود نمایندگان جامعه شهروندی میگویند مقامات به آنها فشار می‌آورند تا سازمان‌های غیر حکومتی را برهم بدهند. خب البته مقامات چنین چیزی را رد می‌کنند و اصرار می‌ورزند تنها فعالیت تشکیلات قطع شده است که با گروه‌های جنایی رابطه داشتند. ولایت مختار کوهستان بدخشان از ماه می سال گذشته زیر ضربین حکومت قرار دارد و چندین نمایندگان جامعه شهروندی بازداشت و زندانی شدند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو همراه ماست. لطفاً بگویید که بحث بر سر چی است؟ ببینید شالا نمایندگان حداقل 5 تشکیلات جمعیتی به ما گفتن مقامات قدرتی از آنها طلب دارند که با اختیار خود سازمان‌های غیر دولتی زیر نظرشون را برهم دهند. همصحبتان ما در ولایت به خاطر بدتر نشدن وضعیتشون نمیخوان اسمشون ذکر شود. به گفته نمایندگان جامعه شهروندی در بدخشان حتی از سازمان‌های جمعیتی که برنامه عملی میکنند طلب شده است خود را مفلس اعلام کنند و کارشون را قطع کنند. در میان این سازمان‌های جمعیتی تشکیلاتی هم هستند که با کودکان معیوب سر و کار دارند. همصحبتان ما گفتن این روند 2 ماه پیش شروع شده است و ده‌ها تشکیلات جمعیتی زیر فشار مقامات قدرتی مجبورند کارشون رو قطع کنند. این است. خب مقامات در این باره چیزی میگویند؟ ببینید مقامات چنین شکایت‌ها را رد میکنند. از جمله غالب نیت بگزاده سخنگوی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان 8 می امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این خبر نادرست است. نیت بگزاده میگوید که تشکیلات غیر دولتی را که در واقعه‌های سال گذشته با گروه‌های جنایتی همکاری داشتند برهم دادند چون پایه حقوقی نداشتند و حجت گزاریشان نادرست بوده است. سخنگوی رئیس ولایت میگوید دیگر تشکیلات غیر دولتی کارش را ادامه داده ایستادند و کسی به آنها فشار نآورده است. خب آیا بعد اعتراض‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در تابستان سال گذشته یگان سازمان جمعیتی برهم داده شده است یا نه؟ بله سال گذشته منوچهر خالق نظرов رئیس تشکیلات اساسیاسیون حقوق شناسان پامیر بازداشت و به گناه همکاری با سازمان‌های جنایی و ممنوع عیبدار و به 16 سال زندان محکوم شده بود. خودش اتهامات را نپذیرفته است. بعد زندانی شدن خالق نظرов فعالیت تشکیلاتش را هم قطع کردند. اینچنین سازمان ناموس و انصاف هم بعد بازداشت مؤسسش الفت خانم محمد شایوه برهم خورد. ولی دیگر نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان میگویند مقامات بعد 1 سال از اعتراضها
از آنها هم طلب دارند که کارشون را اختیاراً قطع کنند، هرچند آنها هیچ ارتباطی به این حادثه ها نداشتند. فهمم. تشکر برای صحبت. ضمناً آخر ماه اپریل امسال در جلسه کمیته محو تبعیض در سازمان ملل در وقت بررسی گزارش تاجیکستان مسئله فشار به جامعه شهروندی بدخشان هم بررسی شد. شیخ المسنوت یک عضو کمیته محو تبعیض سازمان ملل از آن نگرانی کرد که بعد اعتراضها در ماه نوامبر سال 2021 فشارها به سازمان‌های غیر دولتی در این ولایت زیاد گردید. خب بینندگان عزیز، اکنون برمیگردیم به گزارش اولی درباره روسیه که در اونجا مهاجران را تبلیغ میکنند برای پیوستن به جنگ در اوکراین. وقتی با پتنگیری در نغمه نو یاد گرفتیم. مهاجری تاجیک از شیوه نوی جلب مهاجران به جنگ روسیه در اوکراین صحبت میکند. یا بزوری یا بزاری یا بزر پیش از پتن دادن شناسنامه مهاجران را میگیرند و آنها را در اتاق علاهیده مخصوصی میکنند. مقصد جنگ روی میکنند. شما خویش برادران پاسپورت گیری بزنید بری شما کورکنی اومدگی وی خیلی مجبوری نغمه برواردیان که چی بود روی کنسولتاسیا بگذار اونجا که در اومدی خط تعریفت میکنن جنگ روید میکنن روی سرخانون این نیومنیکی میشه شما را در دولت خطان برای کارتون 10 تا 15 سال سراغ داره. گرفتن پتنت آمادگی نکردیم. نمی همین مسکو و با مسکو فی اوبلاست است ادلنا. جلب مهاجران تاجیک به جنگ در زینه‌های مختلف نهادهای روسیه مطرح است. میخائیل ماتویف وکیل پارلمان روسیه روز 6 می در صفحه‌اش در تلگرام گفته است تاجیکانی که شهروندی روسیه را گرفتند باید به جنگ بروند. بنابر آمار رسمی در 3 ماه اخیر 45,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. جنگ دیگرگون شده است، یعنی که روزها در میدان جنگ پیش نرفته اند، یعنی در یک جا باز ماندن یا که عقب نشینی دارند و تلفات زیاد دادن. از این خاطر آنها باز از مهاجران سر و کار گرفتن، یعنی که حتی که اگر پیش برای جلب کردن یک باره 400,000 روبل مبلغ پیشنهاد میکردن، الکی این به 180-200,000 رسید، یعنی کم کردن به هر حال. و اکنون یعنی که جلب کنی رو خیلی زیاد کردن، راههای جلب کنی برای این خیلی پول زیاد جدا کردن که با هر راهی که نباشد، با واسطه رکلام، با واسطه شخصان مسئول، با خوبی یا با زوری مهاجران رو بیشتر جلب کنند. مرگ ده‌ها زاده تاجیکستان از جمله تاجیکانی که در زندان‌های روسیه زندانی بودند در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. تعداد دقیق تاجیکانی که به جنگ جلب شدند معلوم نیست، ولی تلاش‌های جلب بیشتری آنها کم نشده است. مقصد جلب کردن مهاجران این یعنی حفظ کردن مردم بومی، یعنی خودی روس‌ها است. از اول جنگ پیش از همه ما میدونیم که از جمهوری‌های و ولایت‌های استفاده بودن که در آنجا روس‌ها کم زندگی می‌کنند، یعنی غیر روس‌ها بودن. از داغستان سرکردگی تا تاتارستان و باشقیرستان و ادمیرستان و مریل و چواشستان و شرق دور و اینچنین سیبیر. خدمات اکتشافی امریکا چند پیش اعلام کرد که تلفات روسیه در جنگ با اوکراین افزایش یافته است و در این جنگ بیش از 100,000 سرباز و افسر روس کشته و زخمی شدند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. این شب و روز قسمی از دهقانان شهر پنجکنت از نبودن آب شکایت دارند. در موضع دشت قاضی و رکناباد پنجکنت با سبب کارناشویم شدن پایگاه‌های آبکشانی صدها گکتار زمین تشنه لب مانده است. این هم در حالی است که در این منطقه سال گذشته با شرکت پرزیدنت کشور خط نوی آب کشانده بودند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. صدها گکتار زمین‌های کشت شهر پنجکنت با گرم شدن هوا حال و هم به آبند. دهقانان و زمینداران از آینده زراعت و باغ‌های خود نگرانی می‌کنند. حاضر من کانال اگر آمده بینم از وای ذره‌های آدم‌ها می‌دارد که با این خیلی آب می‌رد و با آدم‌ها همه گکتار زمین آب می‌کند. من مای در آمد حالی که آب نیست که باید زراعت آب کرد.
بیشتر زمین‌های کشت این شهر از کانال مرغدر آبیاری می‌شود که درازی 35 کیلومتر است. از بس که بیشتر زمین‌ها نسبت رودخانه در بلندی قرار دارند، آب را تا به زمین‌های لب‌تشنه، پایگاه‌های آبکشی باید انتقال دهند، پایگاه‌هایی که اکنون کار نمی‌کنند. مقصود آبیاری کیم کایس سر شده بود، اما من همین اگریفتی با که مانده ما یک دانه ماندگی تا حال تعمیر کرده نشده است. از سال 1991 این جانب مأموریت خواجگی آبی شهر پنجگین یگان کس آمده خبر نگرفته است یا نگفته است که تعمیر جاری کرده میتیم. 840 هکتار زمینی که همین پایگاه آب میخورد همش منتظری همین آب زمین خوش شده رفته است. نهالها خوش کشت نیست، یگان کس از همین پایگاه کارتوشکا کش نکرده است چون که آب نیست. رزق روزی مردم از بالای آب است، از بالای زمین است. رسا یک سال پیش با شرکت امامعلی رحمان پرزیدنت کشور در موضع دشت قاضی شهر پنجکین خط آب پالایزی مورد استفاده قرار گرفت. این لوله آب از مسافه 1280 متر برای به گردش کشاورزی در آوردن 200 هکتار زمین کشیده شده بود. حالا در موسم آبمانی درخت و زراعت‌ها این خط آب هم مثل زمین‌های دشت قاضی بی آب است. دهقانان میگویند از مبلغ گذاری در بنیاد باغ در این موضع ضرر دیدند. زیاده از 20 میلیون رصدخواد کردند. دانه نهالو هر یک دانش از 5 تا 8 دلار می ایستد. مردم خریده آمدگی شخصا خودی من زیاده از 75,000 تومان رصدخواد کردم، لیکن حاضر نتیجه نیست، آب نیست. از بس که پایگاه‌های آبکشانی کار نمی‌کنند و کانال‌های آبگذر هم تازه ناکرده است، بعضی دهقانان درختان خود را دستی آب می‌دهند. من همین خیلی ماشین که هر چقدر آب آورده، من همین خیلی رخته گشتم یا اون کس اعتبار نمی‌تید همون نسوس با. در دهه‌های دشت قاضی و رکناباد بیش از 2200 خانواده زندگی می‌کنند که روزگارشان به کار این پایگاه‌های آبکشانی بستگی دارد. اگر تا چند وقت دیگر به اینجا آب نآید، در آخر بهار موسم خزان آغاز خواهد شد. ҳукумати тоҷикистон беш аз 2 дастсола мешавад пайваста дар бораи кӯшишҳои худ барои боло бурдани мақоми занон дар кишвар ва беҳбуд бахшидан ба зиндагии онҳо ҳарф мезанад. або дар ин ҷо ҳатто бархурде ки дар нисбати қаҳрамони гузориши навбатии мо сурат гирифтааст муносибати баръаксро нишон медиҳад. маҳмуҷон раҳматзода аз рӯзгори зани низомӣ қисса мекунад ки ба гуфтаи ӯ қадр нашудааст. ҳар рӯз анварби асадуллоева номаҳо ва аксҳояшро паҳну парешон мекунад. онҳоеро ки ба президенту писараш Рустами Эмомалӣ навиштааст мехонад. номаҳояш аз солҳои корӣ дар нерӯҳои вазорати корҳои дохилӣ аст. дар онҳо аз шаҳрдори Душанбе хостааст ки дар гирифтани хона ба ӯ кӯмак кунад. азбаски номаҳояш бепосух мондаанд, корро бас кардааст. دیدم که دستگیری از طرف حکومت که نشید، بعد خواستم که بس کنم. بعد کنترک مجدد کم کنترکم که بود کشید، بعد گزارش نوشتم به شهر مسکو رفتم. انوربی 41 ساله است و در خانه پدرش زندگی میکند. سال 2016 با امید زندگی خوب به دسته تعیینات مخصوصی وزارت پیوست. از آن سال تا سال 2022 در کلاب دوشنبه کار کرده است. 1100 سامانی مزد کار میگرفت و قسمی را برای اجاره میپرداخت. بعدی بیمار شدن مادر و برادرش 110,000 سامانی قرضدار شد و برای کار به روسیه رفت. مسکو 4 ماه ایستادم. همین 4 ماه من چقدر شتم خوردم، عذابانی کشیدم، چقدر بسیاری بد، چقدر سلامتی من دست دادم. این 4 ماهی سال 2022 بود و همان سال طبیبان گفتند که سرطان سینه دارد. طبابت گرفته به تاجیکستان برگشت و حالا کار نمی کند. روزگارش را به نفقه پدر و مادر می گذراند. اینجا کوارتران تو جا کوارتران گمهر تلفن میکرد که اینا مرد یکون چیز روی کنین اینا بعد ما میفتیم ما تا چی روی کنیم ما بعد سید. بینندگان عزیز برنامه امروز در همین جا به پایان رسید، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو در وبسایت azadi.org و همچنین در شبکه‌های اجتماعی ما گذاشته میشود. فردا شما را در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.